اما اینکه انسان روی گناهی اصرار داشته باشه، روی گناهی پافشاری داشته باشه. خواهران مسلمان امروز متاسفانه بیش از 90%، این تخمین من دارم میزنم، یعنی غالب اکثر قریب به اتفاق خواهران مسلمان، اون چیزی که مشاهده میشه بیشترش ابرو را برمیدارن، نعوذ بالله. هیچ پروایی ندارن نسبت به این وعید که مورد لعنت الله قرار گرفتن، نعوذ بالله. این مسئله خیلی خطرناکه. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، کسی که الله او را لعنت بکنه دیگه هیچ نصرت دهنده ای نداره، یعنی هیچ کسی نمیتونه براش کاری بکنه. خواهران من، برادران عزیز، این مسئله خیلی مسئله مهمه. چرا خودتان را با یک کاری خلاف شرع، اصلا کندن ابرو، خب چرا لعنت شده؟